حرکت روح پیشرفت و پیشرفت مفهومی نهفته در چرخش این چرخ هاست و هیچ چرخی در مسیر پیشرفت نمی چرخد مگر با وجود انسان. انسان متخصص و مهندس که با خلق حرکت معناگر پیشرفت باشد. پس مرکز و نقطه آغاز پیشرفت جایی است که تربیت کننده متخصص و مهندس باشد. تاریخ تولد یکی از مهمترین این مراکز در ایران سال 1308 است. مرکزی با عنوان مدرسه دولتی صنعتی که 3 سال پس از ایجادش در 1311 توانست اولین مهندس ایرانی تحویل جامعه دهد و امروز یکی از مؤثرترین دانشگاه‌های حوزه صنعت و فناوری ایران است. دانشگاه علم و صنعت ایران. اینجا محل آموختن است. آموختن الفبای پیشرفت و آموزش شیوه حرکت به سمت آن. جایی که برای اثرگذاری سیستم آموزشی خود راهی و ساختاری متفاوت برگزیده. مهندسی راه آهن، مهندسی خودرو، فناوری‌های نوین و مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت در کنار دانشکده‌های با قدمت بیش از 80 سال این دانشگاه تنها بخشی از این تفاوت هاست. تفاوتی نشأت گرفته از یک نگاه راهبردی. نگاهی که از طریق 15 دانشکده، 3 گروه آموزشی و یک سیستم آموزش الکترونیکی محیطی متفاوت اما کارآمد فراهم کرده که در آن سالانه بیش از 15,000 نیروی متخصص در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا تربیت می‌شوند. فرایندی که حدود 450 عضو هیئت علمی آن را کامل می‌کنند. وقتی اومدم اینجا علم و صنعت از تصوراتم خیلی بهتر بود. وجود 17 دانشمند 1% برتر و 60 دانشمند 2% برتر جهان در این جمع ضامن کارآمدی حوزه آموزش این دانشگاه است. من خیلی جاها شده از خیلی از اساتید توی قسمت‌های مختلف زندگیم غیر درسی کمک گرفتم و کمکم کردن و همین کمک‌های کوچیک و همین صحبت‌های کوچیک بودش که اون آینده من رو تا حد خیلی خوبی ترسیم کرد. یکی از خصیصه‌های حالا خوب علم و صنعت اینه که تونسته رابطه بین صنعت و دانشگاه رو خیلی خوب این شکاف رو پر بکنه. وجود این نگاه راهبردی در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه نیز با عنوان رسیدن به ثروت از گزاره‌های علمی راهگشا بوده و منجر به عبور دانشگاه از پیچ‌های سخت و ثبت رکوردهای تاریخی شده. سرآمدی دانشگاه در چندین فناوری کلیدی در کشور مانند ماهواره، پلتفرم خودرو ملی، کامپوزیت، توربین و فناوری عصبی فقط بخشی از آنهاست. انستیتوهای تحقیقاتی در حوزه‌های تقاضا محور مانند انرژی، نفت و گاز نیز همین مسیر را طی می‌کنند. علم و صنعت با چنین نگاهی توانسته مبدع علوم و صنایع متعددی در ایران باشد و اکنون بیش از 50 واحد فعال تحقیقاتی آن شامل پژوهشکده، قطب‌های علمی و فناوری، مراکز تحقیقاتی و کلینیک‌های صنعتی در طراز ملی و بین‌المللی کار می‌کنند. شکل ساده توضیح بدیم که ببینیم چطور می‌تونیم
در این میان سایر امکانات و فضاهای پژوهشی نیز در ساخت محیطی مطلوب برای پژوهش و فناوری نقش ایفا می‌کند. یکی دیگر از مصادیق حرکت و پیشرفت در دانشگاه علم و صنعت زیست بوم نوآوری و فناوری است. سال 1381 و ایجاد مرکز رشد سرآغاز فعالیت این زیست بوم است. محیطی که با الگوسازی ساختاری، فضای حضور و تعامل نوآوران و بازیگران این عرصه شامل بیش از 50 واحد فناور، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، نهادهای حمایتی و سایر خدمات دهندگان را فراهم کرده است. سازوکارهایی مانند مراکز نوآوری که فراهم کننده محیطی جذاب و در هم تنیده‌ای از زندگی و کسب و کار دانش بنیان است. ظرفیت بسیار بالای دانشگاه در ارائه دوره‌های ارشد و دکترا موجب شده تا پردیس‌های دانشگاه علاوه بر تهران در دماوند، ارس، چابهار، کیش و نور نیز فعال و یا در دست راه‌اندازی قرار بگیرد. عملکرد مطلوب پردیس علاوه بر ایرانیان، دانشجویان بین‌المللی را نیز جذب کرده، به طوری که تعداد قابل توجهی از دانشجویان پردیس در دوره‌های ارشد و دکترا دانشجویانی از کشورهای مختلف هستند و این موضوع به ارتقای یکی از شاخصه‌های مهم ارزیابی دانشگاهی یعنی تنوع ملیتی کمک شایانی کرده. My name is Lloyd Mupunga from Zimbabwe. I came to Iran because I was interested in knowing the Iranian culture. Islamic Republic of Iran is the home of cultures in the world, and by this we had come from Lebanon to Iran for the displacement of cultures between the two countries. خیلی خوشگله، فضاش خیلی بزرگه، کتابخونه خوبی داره، غذای خوشمزه‌ای داره. خصیصش حالا به اون پشتکار بچه‌ها. بیشک داستان تربیت مهندس در آموزش، در پژوهش و در کارآفرینی به نقطه اوج نمی‌رسد، چون بدون فراهم بودن محیطی سرشار از تعامل، آگاهی، بینش و فهم عمیق از جامعه و نیازهایش و درک رابطه علم و انسان و شناخت دقیق جایگاه دانش و فناوری در کمک به بهبود سبک زندگی و توسعه ارزش‌های انسانی، مهندس تربیت نشده و اثرگذاری اجتماعی اتفاق نمی‌افتد و فراهم کردن چنین محیطی به حوزه فرهنگی دانشگاه برمیگردد. پس نقطه اوج داستان علم و صنعت کجاست؟ کدام سنجه میزان اثرگذاری اجتماعی دانشگاه و نقش تأثیرگذارش در کمک به پیشرفت صنعت و فناوری ایران را میتواند توضیح دهد؟ بهترین پاسخ را میتوان در گزارش نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاهی دید. در بخش حکمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران نمونه است و در شخصیت‌های تأثیرگذاری که محصول این دانشگاهند. الان در مراکز تصمیم‌گیری کشور و شاید نقطه اوج داستان علم و صنعت پنهان در پس این تابلو و در این نماد باشد که ترجمان فرهنگ تلاش و مجاهدت برای رسیدن به هدف یعنی پیشرفت می باشد. و به حمدالله دانشگاه علم و صنعت جزو دانشگاه‌هایی است که هم افتخارات علمی دارد، هم افتخارات انقلابی